در اساس نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد تقویت سطح و صفت خدمت‌رسانی در فعالیت نقلیات جمعیتی از حساب روبران ساختارهای نقلیاتی پایتخت گروه کوری تأسیس داده شد. اعضای گروه کوری ماه‌های مارس و اپریل در جمعیت و کارخانه‌های نقلیاتی با رانندگان صحبت و ملاقات دایر کردند. در واخوری با رانندگان جهت نصب تجهیزات برای راه‌اندازی درهای خودکار در میکرواتوبوس‌ها تا 1 ایون مهلت داده شد. همکارم امید سعدالله با چند جمعیت نقلیاتی رفت تا حالت بپرسد. هر نقلیات استفاده عموم در شهر دوشنبه پیش از آغاز کار معاینه تکنیکی می شود. این مقررات کار اجرای شرط و طلبات اجازتنامه‌دهی برای فعالیت مسافربری است. از این بعد در برابر دیگر قسم‌های تکنیکی میکرواتوبوس‌ها حالت کارشایمی نظام درهای خودکار هم سنجیده می شود. چونکه با پیشرفت شکل‌های خدمت‌رسانی در جامعه، انتقال مسافران در میکرواتوبوس‌ها با فعال بودن نظام درهای خودکار طلبات زمان است. روزی که همین درو را شاست موندن ساعت با بهتر شده که سخت میزد هیچ استا میزد جنگجو بود هم بهتر شده که خودشون میشه. دری پهلوی اتوماتیک جزئی ضروری میکرواتوبوسی موثر شده است. اساسی کاری درهای خودکار شده را محرک الکتریکی تشکیل میدهد. رانندگان میکرواتوبوس‌ها میگویند با راه اندازی این نظام خودکار مسئله آهسته و یا با شدت پوشیدن در که باعث ناراحتی آنها میشد برطرف گردید. میکرواتوبوسی که با دری اتوماتیک تاب‌آور مجهز شده است برای انتقال دهندگان با اعتماد و برای مسافران به خطر و براحت میباشد. میکرواتوبوس‌های اکثر جمعیت‌های نقلیاتی شهر دوشنبه با درک مهمیت طلبات زمان معاصر و تامین کردن سفر براحت و به خطر مسافران نظام درهای خودکار را نصب کرده پورا به استفاده نوترین شکل خدمت‌رسانی گذاشتند. در خودکار را تنها راننده و آن هم در حالت موافق می‌کشاید و می‌پوشد. در وضعیت صدمه راه نقلیات و کارناشایان شدن نظام الکتریکی، در خودکار به حالت اوله برگشته امکان کشودن با دست را می‌دهد. تجهیزات درهای اتوماتیک به طلبات بی‌خطری بین‌المللی جوابگو میباشد. راننده هم بهتر شد در یک حالت حس کردن علاقه که یعنی که پیشتر هر ماه 2 مرتبه 3 مرتبه برای نزد تعمیر در میرفتن نزد استوها علاقه یعنی فراموش کردن که همین مشکلی دیگه نیست. یعنی هم با حساب اقتصادی هم راننده هم فایده آورده که راننده هم با این اقدامی گرفتگی با این کار پیش گرفته یعنی که بسیار راضی و میندانه میباشه. برابر استفاده بری درهای خودکار در میکرواتوبوس‌ها عرض شکایت شهروندان نسبت به فعالیت بعضی چپتچین‌ها که با برخی مسافران دغلانه رفتار می‌کردند برطرف شد. همکنون سطح خدمت‌رسانی به مسافران تقویت یافته، شرط و طلبات اجازتنامه‌دهی هم پورا رعایت می‌شود.